ولایت ختلان دارای اقتدار استحصالی گسترده باغپروری در کشور بوده. دهقانان آن با به دست آوردن حاصل موسمی اولین شده بازارهای مملکت را با محصولات‌های کشاورزی تامین می‌نمایند. ضمن بازدید از رفت جمع‌آوری و نگاهبین باغ شفتالو در خواجگی یاریرسان ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی اسفندیار قدموف اطلاع داده شد که حالا جمع‌آوری شفتالو در باغ این خواجگی آغاز گردیده. این ساکن محلی با استفاده از تجربه پیشرفته و رعایت تکنیکا در میدان 1.2 گکتار باغ شفتالو را که به منطقه مطابق است پرورش می‌نماید. اهل زحمت خواجگی در پرورش و نگاهبین باغ‌ها تجربه غنی اندوخته تا پورا به حاصل درآمدن نهال‌ها بین قطارهای آنها را ثمرناک استفاده می‌برند. طبق اطلاع علاقه صادرات میوه این باغ در بازارهای محلی خریداران خود را پیدا نموده، همچنین از محصول دسترنج خویش به فدراسیون روسیه صادرات نمودند. اطلاع داده شد که در ناحیه از شماره 550 گکتار باغ‌های شفتالوی موسمی 500 گکتار آن را باغ‌های صادراتی تشکیل می‌نمایند. اثنای بازدید رئیس ولایت به مهنت صافدلانه این ساکن بهای بلند داده تاکید داشت که استفاده ثمرناک زمین در برابر زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات برای زمینداران و خواجگی‌های دهقانی منفعت بیشتر می‌بخشد. دهقانان را ضرور است که به بلند برداشتن حاصلناکی با اصول‌های معاصر استفاده کردن زمین و بنیاد نمودن باغ‌های نو دقت همه‌جانبه دهند. ضمن بازدید از رفت نشونمای پخته و کشت تکراری در خواجگی دهقانی تورخان اسنقلوف واقع در دهه باشندگان جماعت دهات مدنیت ناحیه اطلاع داده شد که خواجگی مذکور سال 1932 تشکیل گردیده فعلا 255 گکتار زمین را در اختیار دارد. این سال خواجگی در مساحت 150 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانده است که عین حال نشونمای خوب دارد. در خواجگی اساسا نوع پخته چینی پرورش کرده می شود که به اقلیم و باد و هوای منطقه مساعد است. برای رئیس ولایت اطلاع داده شد که خواجگی داران کشت تکراری را نیز وسعت بخشیده حالا در مساحت 2 گکتار زمین بعد از جمع‌آوری غله با استفاده تکنیکای دستی مکه دان کش کرده ایستادند. ابراز گردید که با رعایت معیارهای اگرتکنیکی و نگاهبین خوب میدان کشت همساله از هر گکتار این زمین‌ها خواجگی داران بیشتر از 55 سنتنر حاصل به دست می‌آورند. رئیس ولایت ضمن صحبت با اهل زحمت تاکید داشت که هر یک ساکن شرفمند ولایت باید در دایره دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برده برای رویانیدن یکچند حاصل تدبیرهای سودمند را عملی نمایند. تاکید گردید که با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت و مطابق با اقلیم کشور کشت تکراری را وسعت بخشند، زیرا تخم خوش‌صفت عامل اساسی به دست آوردن حاصل خوب بوده. به این وسیله میتوان محصولناکی زمین را بلند برداشت. همزمان ضمن سفر کاری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید از رفت کارهای ساختمانی بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 واقع در دهه 400 بازدید نمود. طبق اطلاع بینای مذکور برای 480 جای نشست در 2 بست پیش بینی شده است. ساختمان بینای نو مؤسسه سال 2023 آغاز گردیده از یک آشیانه عبارت است. کارهای ساختمانی پورا به انجام رسیده، عین زمان کارهای آرایشی و رنگ و بار نمودن بنا ادامه دارد. این تشبث از جانب صاحبکاران محلی و سهم اهالی با مبلغ 1.4 میلیون سومانی راه اندازی گردیده است. ضمناً در دایره سفر کاری رئیس ولایت از رفت کارهای ساختمانی در بینای نو مکتب ورزشی کودکان و نورسان ناحیه واقع در کوچه به نام اسماعیل سامانی دیدن نمود. کارهای ساختمانی با مبلغ 5.8 میلیون سومانی از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه از سال 2024 آغاز گردیده است. ضمن بازدید از لایحه بنیادی گفته شد که بینای نو از 2 آشیانه عبارت بوده، عین زمان ته‌کرسی آن به انجام رسیده است. کارهای ساختمانی عین زمان با مرام ادامه داشته 20 نفر ساکن محلی به کار موسمی جلب شدند. طبق نقشه بینای مذکور در روستای تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. همچنین ضمن سفر کاری رئیس ولایت از فعالیت قسم مستقل 28 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید به محافظت ناحیه جلال‌الدین بلخی شناسایی پیدا نمود. اثنای بازدید از اقتدار و تجهیزات آتش نشانی تاکید گردید که باید تامین رعایت حتمی طلبات قاعده‌های نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار در تمام انشاءات خانگی خلق و محله‌های اهالینشین عملی کرده شود. حالا قسم مستقل 28 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید به محافظت ناحیه با 5 عدد تکنیک سوختار نشانی تامین بوده. در این زمینه همچنین با اشتراک رئیس ولایت ختلان از جانب سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی به کارمندان 1 عدد تکنیک آتش نشانی دیگر تقدیم کرده شد.